محیط کاری فتوشاپ از این قسمت ها تشکیل شده. اول این نواری که زیر نوار منوها قرار گرفته که به اون تو زبون انگلیسی آپشنز بار میگن، معنیش تو زبون فارسی میشه نوار گزینه ها. روی این نوار همینطور که میبینین بسته به ابزاری که تو برنامه فتوشاپ انتخاب میکنیم یه سری گزینه ها در اختیارمون قرار میگیره که میتونیم با تنظیم اونا از ابزار مورد نظر اون به صورتی که مورد نیازمون هست استفاده بکنیم. قسمت بعدی از محیط کاری فتوشاپ جعبه ابزارها هست که تو زبان انگلیسی بهش تول باکس میگن و سمت چپ پنجره فتوشاپ قرار گرفته. با استفاده از این جعبه ابزارها میتونیم انواع ابزارهای فتوشاپ رو انتخاب کنیم و باهاشون کار کنیم. یه قسمت دیگه از محیط کاری فتوشاپ این کادرهایی هستن که معمولا سمت راست پنجره فتوشاپ قرار دارن و بهشون پنل میگیم. البته این پنل ها ممکنه جای دیگه ای هم قرار بگیرن، مثل این پنل تایملاین که پایین پنجره فتوشاپ قرار گرفت. لازم به ذکره که تو نسخه های قدیمی تر فتوشاپ به این کادرها پالت یا به زبان انگلیسی پلت گفته میشد که تو نسخه های جدیدتر فتوشاپ تصمیم بر این شده که به اونا پنل گفته بشه. داخل هر کدوم از این پنل ها یه سری اطلاعاتی هست که مربوط میشه به فایلی که داریم روش کار میکنیم، یا یه سری امکاناتی هست که میتونیم از اونها برای کار کردن رو فایلمون استفاده کنیم. هر کدوم از این پنل ها همینطور که میبینید توی سربرگ یا اصطلاحاً تب قرار دارن، ولی میتونیم هر کدوم از اونها رو که خواستیم با فشار دادن و پایین نگه داشتن دکمه ماوس یا اصطلاحاً همون درگ کردن از جای خودش خارج کنیم. همونطور که می‌بینید میتونیم هر کدوم از این پنل ها رو که خواستیم به صورت شناور روی سطح پنجره فتوشاپ قرار بدیم، یا اینکه تو گروه دیگه ای از پنل ها قرار بدیم، یا اینکه ببندیمش. قسمت بعدی از محیط کاری فتوشاپ پنجره های فایل یا به زبان انگلیسی داکیومنت ویندوز هستند. هر کدوم از فایل هایی که تو برنامه فتوشاپ باز میکنیم تو پنجره مستقلی باز میشه که هر کدوم از این پنجره ها نوار وضعیتی هم در پایین خودشون دارن. در گوشه پایین سمت چپ پنجره فایل مقدار زوم فایلی که داریم روش کار میکنیم با واحد درصد نشون داده میشه. هر کدوم از فایل هایی که تو برنامه فتوشاپ باز میکنیم به صورت پیشفرض توی پنجره تمام صفحه یا فول اسکرین باز میشه که در این صورت هر کدوم از اونها توی سربرگ یا تب ظاهر میشه. همچنین میتونیم هر کدوم از پنجره‌های فایل رو که خواستیم با درگ کردن به صورت شناور در بیاریم. آخرین قسمت از محیط کاری فتوشاپ که لازمه تو این ویدیو معرفی کنیم نوار منوها هست. به احتمال زیاد این نوار رو از برنامه‌های دیگه میشناسید. این نوار همینطور که میبینین در بالای پنجره فتوشاپ دیده میشه و به وسیله اون میتونیم به گزینه‌های مختلفی دسترسی پیدا کنیم که مربوط به ابزارها و اجزای فتوشاپ هست. خب قسمت‌های مهم محیط کاری فتوشاپ همینا. تو ویدیوهای بعدی براتون میگم که چطوری محیط کاریتون رو به صورتی که دوست دارین یا مناسب انجام پروژه کاریتون هست در بیارید.